دوستای عزیز، نوبتی هم که باشه نوبت این کاکیوار پلاس داخل حیاط. طبقش رو برداشتم. یه آماری بهتون بدم، این یه قاب بالا عسل پایین تخم، اینا همه عسل و یه مقداری تخمه، طبقه پایین بوده دیگه، باید عسل این کندو برداشت بشه. این دوباره بالا عسل پایین تخم برشته، یکم تخم برشته. حالا بریم سراغ عسل. این عسل پارسالی که میگم ذخیره ساز شدید داره و مصرف خیلی کم. این عسل پارسال هیچی، عسل امسال دو طرف پولک، عسل امسال دو طرف پولک. دوباره این قاب تازه بهش دادم، فور عسل، اینم پولک میکنه دوبارشو. این تخم برشته بوده، تخم در اومده جاش عسل زده. قاب نر رو به جای اینکه تخم نر بزنه همشو عسل زده دو طرفشو. ببینین اینم همینطور عسل عسل عسل. و این قاب پلاستیکی هم که یه مقدار تخم اونجا داره بقیه‌اش عسله. دمش گرم. عجب نژادی کاکیوار پلاس، عجب